سلام بیننده عزیز، من خیرامان بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 12 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حالی که ارتش اوکراین پاکسازی منطقه ها از تجاوزگران روس را ادامه می‌دهد، ایالات متحده آمریکا درباره نرخ گرانی جنگ هشدار داده است که آن را مردم اوکراین و روسیه پرداخت خواهند کرد. پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواد به این چیز بکشد. تحقیق پرونده روزنامه‌نگاران بعد حادثه‌های بدخشان بازداشت شده ادامه دارد. انتظار می‌رود به زودی پرونده‌های آنها به دادگاه خواهد رفت. یک گروه سینماسازان تاجیک امیدوار است که سریال ساخته آنها در تاجیکستان به دل دزدداران سریال‌های خارجی جای می‌شود. در روزهای اخیر نیروهای اوکراین کمش 20 دهه را در شرق این کشور از نیروهای تجاوزگری روسیه پاکسازی نموده حمله جوابی خود را با موفقیت ادامه می‌دهند. در همین حال کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ وضع در اوکراین و پیشرفت‌های اخیر ارتش این کشور در مقابل روسیه را بررسی کرده است. یکی دیگر از موضوعهای این گفتگوها چالش‌های زمستانی در پیش ایستاده در شرایط محدودیت گاز و نفت روسی بوده است. بلینکن گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انرژی را چون سلاح استفاده می‌کند. ادامه موضوع از مومن احمدی. انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که هفته گذشته از یک بیمارخانه کودکان در اوکراین دیدن کرد میگوید ساکنان ملکی به ویژه زنان و کودکان نرخ گران جنگ و عاقبت‌های آن را پرداخت میکنند. بلینکن که بعد دیدن اوکراین در حالت جنگ به بروسل رفت در یک نشست مطبوعاتی در قرارگاه ناتو گفت که نرخ گران جنگ را مردم روسیه هم پرداخت میکنند. شماری عظیم نیروهای روسیه در اوکراین قرار دارند و باعث تأسف، فاجعه و دهشت است که پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواد به این چیز بکشد. بلینکن گفت که روسیه نمی‌تواند دور و دراز نیروهای خود را تامین کند و به همین خاطر برای دریافت سلاح به ایران و کره شمالی مراجعت کرده است. در نیویورک روسیه به برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده به قول سفیرش می‌خواهد غرب را برای ارسال کمک نظامی به اوکراین در جنگ مجازی که از جانب ناتو رهبری می‌شود انتقاد کند. دبیر کلی سازمان ناتو ینس استولتنبرگ از همپیمان‌های سازمان دعوت کرد که برای کمک به ارتش اوکراینی در سردی‌های زمستان سر و لباس ویژه گرم، گنراتور، خیمه و دیگر تجهیزات ضروری ارسال کنند. بلینکن گفت که دوستان اروپایی‌اش را در زمستان سرد بی‌گاز و نفت تنها نمی‌گذارد. شما حالا شاهد تلاش‌های بیشتری مأموریت بایدن به خاطر کمک در حل مشکلات اروپا، تلاش یاری در بحران انرژی و همزمان حفظ استواری سیاست در قبال اوکراین مثل که 6 و 7 ماه آخر می‌بینیم می‌شود. ضمن بازدید از دیگر شهری اروپایی پراگ، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا و متفقانش هر قدر ضرور باشد با اوکراین یاری خواهند کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. منبع‌های رادیوی آزادی میگویند تشخیص یا بازرسی صحبت‌های بلاگر مستقل عبدالستار پیرمحمدزاده انجام شده است و گویا او را در صادر کردن جنایت بر اساس ماده شرکت در فعالیت حزب‌های سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت گمانبر می‌داند. معلوم نیست که پیرمحمدزاده که از ماه ایول به این سو در بازداشت است چی نظر دارد. مثل او بلاگرها و ژورنالیستان مستقل دیگر هم در پشت پنجره میمانند. یک خبری شد که به زودی دادگاه آنها شروع می شود و تا کجا این گپ راست است میپرسم از همکارم میرزا نبی خالقزاد که این موضوع را پیگیری کرده است. سلام خیرامان، سلام بینندگان گرامی. گفتگوها که ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده تاجیک را خیلی زود
حکم خواهند داد تصدیق نشدند. ظاهرا مقامات تفتیشاتی برای این دلیل‌های کافی در دست نداشته است، هرچند گفته می شود نسبت صحبت و ویدیوهای آنها تشخیص‌های دادگاهی و زبانشناسی برگزار گشته است. از جمله روز 12 سپتامبر پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده ژورنالیست بازداشت شده تاجیک گفتند مقامات تفتیشاتی دادستانی شاه منصور در نسبت او با ماده شرکت در فعالیت حزب‌های سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت تفتیش پیش میبرد. به اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیشات هفته گذشته تشخیص یا بازرسی صحبت و ویدیوهای پیر محمدزاده از طرف گروه مفتشان دادستانی انجام یافته است و او را به همین جنایت‌ها گمانبر می‌دانند. ماده مذکور از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 12 سپتامبر به رادیو آزادی گفت سنجش نوارهای او 2 هفته ادامه نمود، در حالی که همین نوارهایش در صفحه یوتیوب نشر شدند و اینکه او را با همکاری با سازمان‌های ممنوع ایدار کردن یک تهمت و اتهام بی اساس است میگوید او. میرزا نبی از پرونده دیگر ژورنالیستان چی خبر؟ نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان میگن علیه ژورنالیست دیگر زفقیبک سیدامینی بر اساس ماده دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت یا با استفاده از وکالت خدمتی تفتیش ادامه دارد. از روی این اتهام به زفقیبک سیدامینی از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکنند. ولی باز هم باید گفت که اثبات این عیبنامه بر پایه نوارهای این ژورنالیست در یوتیوب تقریبا غیر ممکن دانسته می شود. رسانه شناسان میگن زفقیبک سیدامینی کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان در برنامه‌هایش از خط قانون بیرون نبرآمده است. نظر او را هم به پرونده خویشاوندانش نمیدانند. پیوندان دلیر امامعلی خبرنگار دیگری بازداشت شده تاجیک میگن نزدیک 1 ماه می شود از احوال او خبر ندارند و نتوانستند با او ملاقات کنند در سیزا. اما یک منبع از مقامات تفتیشاتی ناحیه شاه منصور بدون ذکر نامش گفت تفتیش پرونده دلیر امامعلی روز 18 سپتامبر به انجام خواهد رسید و در نظر است دادستانی عیبنامه او را به دادگاه پیشنهاد کند. حالا روشن نیست خبری پیشینه به سود رسیدن پرونده او خطا بود یا دادگاه پرونده را برای ناکامل بودنش پس گردانده است. بله. و از عبدالله غربتی چی خبر میرزا نبی؟ ببینید از جریان تحقیق پرونده شریک دلیر امامعلی همکاری آسیا پلوس عبدالله غربتی خبری نیست. جالب است که خود او در محبس است و فیلمش در جشنواره قزاقستان در قطار بهترین فیلم ها نمایش داده شد و سرنوشت ژورنالیست دیگری بازداشت شده تاجیک الفت خانم محمد شایف همچنان ناروشن است. پس از درخواست دادستانی کل از دادگاه عالی یعنی 15 آگوست برای به 25 سال زندان محکوم کردن او اینک 1 ماه میگذرد ولی هنوز هم حکم او صادر نشده است و برای پیوندانش ناروشن است با پرونده او چی میگذرد. الفت خانم محمد شایف با 8 ماده کدکس جنایتی از جمله دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی گمانبر است. و آخر هفته گذشته یا دقیق ترش روز 7 سپتامبر بررسی پرونده ژورنالیست و افسر پیشین خدمات امنیت محمد سلطان مولانا ظرف سر شده تا هنوز ادامه دارد، هرچند مرافع آزاد نامیده می شود خبرنگاران را به آن راه نمیدهند. مولانا ظرف به دعوت عمومی برای عملی کردن فعالیت اکستریمیستی طریق اینترنت و تحقیر حاکمیت دولتی طریق شبکه‌های اجتماعی ایبدار می شود. یکی از پیوندان محمد سلطان گفت برادرش هفته گذشته با او در بازداشتگاه موقتی ملاقات کرده است، از سلامتی شکایت نکرده است ولی گفته است گناه ندارد و هر چیزی در فیسبوک نوشته است هنوز هست و هر کس می تواند به آن بها دهد. خلاصه تندگرایی نکرده نماینده حاکمیت دولتی را نیز تحقیر نکرده است. این است. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد به طور مفصل جریان تحقیق پرونده های ژورنالیستان بازداشت شده در 4 ماه اخیر را بازگو کرد. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. یک گروه ایجادکاران جوان تلاش دارد عادتهای هواداران سریال ها را در تاجیکستان دیگر کرده مهر آنها را به فیلم های وطنی بیدار کند. سریال نوه با اسم قشلاق سنگین با کمک سرپرستان و اختیاریان برداشته شده است و استودیوی کسبی سینمای تاجیک فیلم در تهیه آن حضور نداشت. نمایش اولین بخش این سریال در دوشنبه برپا شد و هنوز معلوم نیست که آن را چی آینده انتظار است، ولی مؤلفانش در صحبت با اسکندر فیروز و برات یوسفی گفتند که انتظاراتشان از دورنمای فیلم خیلی کلان است.
дар саҳни ҳавлии маркази ҳунарҳои мардумӣ ки қаблан масҷиди маҳаллаи навободи шаҳри душанбе буд, нахустин бахшҳои сериёли қишлоқи сангин баргузор шуд. коргардони филм илҳомҷон фозилов мегӯяд, гурӯҳе аз ҳунармандон тасмим гирифтаанд сериёле таҳия кунанд ки то андозаи ҷойгоҳи сериёлҳои хориҷиро танг кунад. бе ёрдами сарпарастҳо хеле проектҳо шида наметавонанд. дӯстои мо сарпарасти кулли ҳамин проект ширкати букмекерии рахш ҳазор раҳмат ба шумо ки поддержка кардем. мушокии проект сиёма. ба қавли коргардон, ҳам ҳунармандон, ҳам масъулони сабти овоз, рассомон ва ҳам либосдӯзон омода шуданд бидуни маош ин корро анҷом диҳанд. филмсозон барои кӯмак ба тоҷикфилм ҳатто муроҷиат ҳам накардаанд. достони филм аз ишқи ду ҷавон иборат аст ки хонаводаҳояшон зидди издивоҷи онҳоянд. қурбони собир, ҳунарманди саршиноси театр ва синамои тоҷик гуфт, ки талоши ҷавонон барои таҳияи сериёл қобили таҳсин аст, аммо дар ин филм аз камбудиҳои зиёде мушоҳида мешавад. бар он ақидам ки бояд зудтар фарз кардем ҳарчи тезтар фарз кардем дасти ҳукумату дасти ақаллан дасти онҳое бошанд ки сарватманданд, масалан пули бисёр доранд ва масалан намедонанд куҷо сарфш кунанд. این امکان است که در این کارا صرف کنن برای اینکه بچه‌ها مثلا در کنار حتی 2 نفر فرض کردیم آدمی تصادفی در فیلم وارد شده، 1 نفر اگر حرفه‌ای وجود داشته باشه یک کاری کرده این چیزا رو میپوشونن، جبران میکنن. давлатмурод каримов, филмноманависи тоҷик, дар маросими муаррифии ин сериёл аз он интиқод кард ки баъд аз тамошои 2 қисмати аввали он натавонистааст паёми онро дарк кунад. ҳар як филм дар худ паёме дорад, ҳар як асар дар худ паёме дорад ва ана ҳамин филматон кӯшиш кунед ки дар худ як паём дошта бошад. паёми дӯстӣ аст, паёми гӯем ки ишқ аст, муҳаббат аст. ана ҳамон паём бояд ки сарахбори филми шумо бошад ва дар филми шумо ҳар як филм дар худ мисли асаре муқаддима дорад. ман ана ҳамон муқаддимаро дар филми шумо надидам. коргардонҳои соҳибтаҷриба мегӯянд, бо вуҷуди ошкор шудани камбудиҳои зиёд дар ин сериёл, талоши ҷавонони ҳунарманд боиси дастгирӣ аст, зеро феълан ҳамин ҷавонон талош доранд синамои тоҷик рӯи об бимонад. соли 2021 синамогарони тоҷик дар маҷмӯъ 2 филми ҳунарӣ, 2 филми кӯтоҳ ва 2 филми мустанад офариданд. раҳбарияти тоҷикфилм гуфта буд, бо назардошти маблағҳои ҷудошуда аз буҷаи кишвар тавони таҳияи филми бештарро надоранд, аммо соҳибназарон ба камбуди мутахассисони арсаи филмсозӣ аз филмноманависон сар карда то ороишгару нурпардоз дар тоҷикфилм таъкид мекунанд. و یک خبر خوشی دیگر، یک فیلم ساخته تاجیک فیلم برنده جایزه جشنواره فیلم های مسلمانی در شهر قزان شد. کارگردان تاجیک امیدشاه میرزا شیرینов جایزه اول را در بخش فیلم های کوتاه متره به دست آورد و در صحبتش با رادیوی آزادی گفت از موفقیت فیلمی ساخته شده در تاجیکستان بسیار خوشنود است. میرزا شیرینov گفت فیلم 26 دقیقگی او بر اثر سیف رحیمزاده افردی دادرک فرشته ها بیشتر یک ماجرای پسیخولوژی جهانی تخیلی یک کودک را بازگو میکند که در فکر درک درستی زندگی و قضاوت حرف و رفتاری والدانش می باشد. فیلم تاجیکی در میان 12 داوطلب جایزه بهترین فیلم کوتاه بدیعی برنده شده است. و یک خبر دیگر، فردا 13 سپتامبر پاپ روم فرانسیسک سفر 3 روزش به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دین‌های جهانی و عنعنوی شروع می‌کند. در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا دعوت شدند. پاپ روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعت به طرفدارانش در میدان پیوتر مقدس در واتیکان گفت این امکانیت می شود برای دیدار با نمایندگان دین‌های دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنه آن هستیم. ضمناً پاپ روم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پراسلاوی روسیه کریل هم ملاقات کند. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید. This is Radio Liberty, Praha.